عیدتان مبارک باشه، نو مبارک. از من یک دو پروگرام رو استفاده کنم شما نشان میدم. پروگرام ها در کاری ضروری است. دعاهای تاجیکی بزنید پلای مرکز میگوید این دعاها را باید هر یک ما باید بگوییم. این دعاها حتمی و ضروری است. دعای پر از فروغ خوردن. اللهم بارک لنا فیه و اتمنا خیرا منه. ترجمه: خدای ما را برای ما در آن برکت ده و غذا بده از آن را به ما بده. یعنی دعای را ما حتما باید. دعای بعد است: اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة بعثه مقام محمود الذی وعدته. ترجمهش: دعاهای که در کاری هم دعای قنوت، دعا در آمدن به مسجد، دعای هنگامی کسی برایت خدمتی میکنه. جزاک الله خیرا، خداوند تو رو پاداش خیر دهد. این دعاهای بهترین هم، دعای زیارت قبرستان، دعای هنگامی خواب نمودن، دعای هنگامی ذبح چارپا، دعای هنگامی ذبح چارپا. بسم